کرده. خب بریم ببینیم چقدرش رو حذف کردن. نه خوبه ای هستش. او زرشک من ایمدی دارم. خب سال 2011 ساختم بازی رو. سلام. خب بچه ها بازی کریسیس 2 سال شده توسط ای ای نتفلیکس دنیای بازی ها. مانی رزوم. او وصل شده به سیو. داداش ما بازی از اول میخوایم بریم. خب 1080p سیستم اسپکت هاردکور. نمیدونم هاردکور تو دقیقا چیه ولی خب قبولت دارم. Let's go. نیو کمپین ریکروت. بچونی که تازه به جمع اضافه شدن نمیدونن اصلا کریسیس چیه، بازی های شوتر چیان. سولجر این واس کسایی که با بازی های شوتر آشنا دارن. آشنایی خلاصه بلدن. مدیوم متوسط خوبه. وتران بچه هایی که سرشون گپ حس میکنن، خیلی گنگشون بالاست، خلاصه جر میخورن. پست هیومن واریور لیوه هایی که مازوخیستن و دوست دارن آسیب ببینن توی بازی، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ جسمی. ما چون بازی رو بازی کردیم قبلا و میدونم چقدر میتونه سخت باشه، این میخوام بازی حال بده واسه این میذارمش روی میدیوم تا by starting new game you will lose all of your previous progress. کچانو اشکالی نداره، میتونیم بازی های چلنج خرکی بدیم. This isn't a war ordinary humans can win. من این پست هیومن واریر با یه تیر میکشند و خیلی سخت میشه، ولی وتران واسه کسایی که بازی کردن سروایو وتران خوبه. داداش من دوبل فارسی من نگرفته بودم. رد کن بریم بابا. خب لودینگ این سمت راست اگه رکورد ثبت کنه که خوب، اگه ثبت نکرد خودم براتون میگم. ببین رم 5 گیگ گرفته، یعنی شما با رم 8 گیگ، من با رم 4 گیگ هم اینو بازی کردم. 4 گیگ چیه، با 2 گیگ هم بازیش کردم. و آره این بازی سی پی یو محوره، یعنی با گرافیکتون اصلا کار نداره. گرافیک هم نداشته باشید این میاره بالا. فقط باید تنظیماتش رو بذارید دیگه روی لو و مدیوم و اینجور چیزا. گرافیک میگم اصلا اذیت نمیشه تو این بازی، خدا رو شکر. خدا رو شکر، چون من اصلا دوست ندارم گرافیکم بهش فشار بیاد. خب مثل اینکه بازی نه گیر نکرده. این لودینگش یه دفعه‌ای پر میشه. بابا من دوبل فارسی اینو میخواستم. اشکال نداره، همین انگلیسیشو میرم خودم واسهتون دوبلش میکنم. شاید هم بعدا دوبل فارسیش بیاد. I don't know. Force Raccoon Extraction Team Omega 1 اینا مثل کال آف دیوتی. خب یه گروهی هن از سربازا، به صدا اینو کم کنم که صدا خودمون بهتر بیاد. میرن یه خلاصه تارگت یا از داخل شهر نیویورک بکشن بیرون که آناناس با فضایا روبرو میشن و قرضشون میاد. قرض یکی اومدن یعنی به قتل رسیدن، تیک پاره شدن. آلکاتراز اسم ما آلکاترازه. آلکاتراز زندان نبود؟ میگه سر تکون بده بفهمیم حداقل زنده ای. There you go. قبول دارم it's bullshit. bad guys. هک کارم بشین سر جات. Let's go.
take out the Ebola virus with an M16. Yeah, just don't shoot this ghoul, okay? And I heard it was an alien invasion. ببین بازی به این میگن بازی 5 گیگه نه گرافیک آب براره بچه ها پوکیدی برو سرباز سمجبیه گیه از من بشنوید یا ابوالفضل اوفش آجی ری تریسینگ داره چی کردی؟ زور بزن باش الان میام کمک کرد هونه گاز ورمن زود باشین بریم برو آجی اومد بالا برو بریم برو بریم سیجن جی لیتو خلوچلیم آلکاتراز هیچ حرفم نمیزنه اکسیژن هم نمیخواد چقدر میشه شنا کرد زیر آب 30 ثانیه نهایت 1 دقیقه 2 دقیقه برو بالا آجی من خوابش نم برس دیگه بالاخره اومدیم بیرون حاج بارونه اینجا کجاست من کجام زیر دریایی پوکی چینو didn't make it چینو نه لیدی آزادی نیویورک من تو بازی برسیم یه روز داداش که من ششترم براتون سلفی میگیرم میفرستم آجی آب لرزه داره میاد What the fuck is this قناز چی شد آب براره بچه ها پایم شید What the fuck is this چه قیافه آشنایی دار ها بعد گروه نابود شد همه پوکیدیم خب ما فعلا شهید شدیم مزارمون داره میرسم به ساحل رم 5.5 گیگ سی پی یو 19% 20% البته سی پی یو رایزن 5 2600X واسه هم اینه خیالش نیست این کیه؟ کماندای نیویورک چه قوی هن کایی 50 گرفته دست لباسو بده مو ساب پوکید منم که رفتم هوا اسم من از کجا فهمیدی اینو باید موافقم فقط من؟ تو چی؟ هر کی میاد اوفای ای چه پخت و پزی کرده اون زمان لباسو ببین صدا اصلا آهنگای این بازی یک چیزیه این چیه اولی شت نگاه چیو داره نشون میده سیناپس پشمام آسمون شهرین منه بکیده دار دید زومدار مادون قرمز دما بنفش برام هلیکوپتر چی میگی؟ باپار
What the fuck. سوپر هیرو لندینگ. فرود قهرمانه. بپار. بده بیاد. برو اونور. بوم هدشات. IGF 22 رپتور بمب افکن بود رفتیم هوا. فرار کن بجی. اوفه شبیه هرکول میمونه. آجی یکی منو بگیره. نامرئی واده. بیاوریم پایین. اصلا عاشق فروداشم. یه جوری میاد. مارول کجا بود وقتی این داشت بازی رو میساخت؟ تو میخوای چی کار کنی؟ اوفای پاک. من هادی بیایی شبینا. این الان کی میخواد بزنه؟ ها؟ سرول های مایچهی. پاور ماکسیموم پاور. ببین این بازی نام دومی نداره. ناموس چی میگی بابا؟ کالی 50 آسمون نگاه بازی. دفعین اینه من محله مسارگپی باهی. دمو تریلر آسمون. کرایسیس دو. کرایسیس سال 2011 میشه کی؟ الان 2024 داریم میریم 25. 13-14 سال پیش. من خواهم شاید کلاس 5 یا 6 بودم این بازی رو دیدم. ما بازیش کردیم. سیستممون 2 گیگرم اینتل دوال کور. هنوز که هنوز هر سیستم جدید میخرم در جای این بازی رو میندازم. اول آی جی آی، بعد نیت فور اسپید کربن، سن اندریاس و بعدش این بازیه. فوق العاده است. این میشه پارت اول. بعد بریم یکم جلوترش. نمیخوام پارتا زیاد سنگین بشن. حالت 15 دقیقه میذارمشون. بعد دیگه پارت میذاریمش تا برسیم به آخرش. خب اینجا خواست خط شدیم. Second chance. شانس دوم. New DNA. لباس داره ما رو شناسایی میکنه. میگه تو کی؟ ما کیم؟ من داوود. کلت رو بردار. این که مغز خودشو پکونده. کلت رو بده بیاد. خاطرات. نورون های عصبی. Alcatraz, this is all I can do. بازسازی صحنه ها. It's all I can do for any of us. You're my last shot here. Gould's last chance. Last chance for all of us. آجی موها بدنم سیخ شده. I'm used up. I'm a dead man walking. میگه کار من تمومه. من استفاده شدم. But you تو قراره اینو تمومش کنی. You wanna finish this. خیافه. نیگا. Welcome to the future, son. Oh. Welcome to the war. Power. Oh yeah. One last wish. It won't let me go that easily. Symbiosis. Gotta break the link. الان چی کار داریم؟ تو چرا داری خودکشی میکنی؟ Gave you my life. Promise. Fine. Good. It's all I can do now. You are all I can do. می؟ They used to call me prophet. Remember me. نیگا پرافت. چه پرافتی داشتم. خب اوفی 30 فریم بازی. نه شد 44 52 خوبه.
تو چه شده؟ نیگا Why did you kill yourself؟ خب هدف برام میگه وی بزن تا پدلاک بشکنه. اوفه اوه ویو بگیری قدرتی میزنه. تیر که نداری. بانی مودو اوفش الان پریدنش. خب بچه ها چی شد؟ شده پرافت ها دنیا هنی ولی خب سپیس تو پاور جامپ یه اسپیس یک همه میپره. اسپیس رو بگیری خیلی میپره. میای عقب میدوی دویدنش با شیفته اینطور. خب میدوی اسپیس رو میگیری. اوفش گوش نمیدم. تو گوش بده. مرینز شیاف شدن. من خودم یکی از مرینزم. خب تا اینجا پارت 1. بقیه‌اش رو تو پارت 2 میگیرم. اگزیت بده پارت 1 رو اینجا